تلاش دو تیم با چه نتیجه همراه خواهد بود. شاگردان لوکاس آلکاراز در نساجی که امروز از چپ به راست میزنند بازی آغاز کردن. حالا ترابی قرمزا، امید عالیشاه خودش توپو در اختیار داره، اسدبیگی ارسال بلند، این ضربه و توپی که با اختلاف به بیرون رفت. از پشت سر اومد شهاب زاهدی، ضربه رو زد ولی توپش راهی به چارچوب دروازه نداشت. ببینیم اینجا با هم دیگه امید عالیشاه سپورت به سینا اسدبیگی، ارسالی که انجام شد و در نهایت ضربه سر شهاب زاهدی به بیرون رفت. فرجی برمیگردونه، محمد رضا ترابی و اسماعیلی اینجا رسیده به علا عباس، ضربه که زد و توپش با اختلاف کم به بیرون رفت. مهدی ترابی توپ پای راستش ارسالش انجام میده، بازم بلند، این بار میزنه و گل، سومیش رفت تو گل. شهاب زاهدی گل میزنه برای پرسپولیس. ارسال بی‌نقص سروش رفیع و ضربه سری که در میان غافلگیری مدافعان نساجی شهاب زاهدی به توپ زد. سینا آهسته‌رم داشتیم می‌دیدیم که قطع شد تلویزیون کنار من. ارسالی که سروش رفیع بی‌نقص انجام داد روی دروازه و شهاب زاهدی بلندتر از همه ضربه سر رو زد و دروازه نساجی رو باز کرد. در 31مین دقیقه پرسپولیس پیش میفته از حریف خودش. خود امید عالیشاه ارسالش رو بلند انجام میده و ارتباطی که قطع کرد اونجا مهرداد عبدی. سینا اسدبیگی فرصت شوت زنی داره، گارد شوت میگیره، ضربه‌اش رو هم میزنه و توپ با اختلاف به بیرون میره. یه لحظه اونجا اشتباه، فرصت برای پرسپولیس و گل دوم محمد عمری و دروازه نساجی که مهرداد عبدی اومد اونجا نجات داد دروازه رو. یه ذره تعلل کرد و از پشت سر اومد مهرداد عبدی، تو پای بلند استفاده کنن بازیکنای نساجی. ارسال درون محوطه، یه ضربه سر، یه لحظه غرق در سکوت شد ورزشگاه آزادی. ارسال بلندش انجام میشه، فرشاد فرجی در عرض پای چپش امید عالیشاه شوت میزنه یا نه، ضربه‌شو زد و رشید مظاهری توپو به کورنر فرستاد. شاید هیچ کس فکر نمی‌کرد با چپ شوت بزنه امید عالیشاه. توپو گرفتن پرسپولیسیا، میرن برای یه حمله، محمد عمری پورته دادن، امید عالیشاه توپو میخواد بندازه اونجا، خطا رو چی گرفت آقای مهدوی؟ سوتش برای ضربه دروازه بود که امید عالیشاه همینطوری رو زمین افتاده و تعجب میکنه. ببینیم صحنه آهسته رو با هم. بعد اینکه توپ رد شد برخورد داشت پای مهجوری با امید عالیشاه. کلا جالب داره فوتبال بازی میکنه. سوت آقای مهدوی، ارسال بلندش روی دروازه و توپی که علیرضا بیرانوند در اختیارش گرفت.